تو دل جنگل‌های ویتنام جایی پنهان شده که تا چند سال پیش کسی حتی نمیدونست وجود داره. یه غار به اسم هانگسون دونگ، بزرگترین غار جهان. اونقدر بزرگه که یه هواپیمای بوئینگ میتونه از داخلش پرواز کنه. ارتفاع سقفش تا 200 متر میرسه. تو دل این غار یه سری رودخونه ها و جنگل های واقعی رشد کرده. مه، نور عجیب، صدای اکوهایی که شبیه نفس کشیدن موجودی ناشناخته است اونجا رو مرموزتر کرده. بعضی از محلی ها میگن اینجا دروازه یه دنیای دیگه است، جایی که آدما میرن توش و گم میشن و دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. امروزه فقط عده محدودی با راهنمای حرفه‌ای اجازه دارن واردش بشن، چون راه رفتن توش سخته و به هیچ وجه ساده نیست و خطرات زیادی داره و هنوز کسی نمیدونه ته این تاریکی واقعاً به کجا میرسه.